السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم احنا وياكم بقوم قناة ايران ويانا غير، وياكم ست نور. اليوم احنا ببستان علوي. هاي مثل ما تشوفون بستان كلش حلو. الناس اللي تجي القم وما تندل وين تروح، ممكن تجون هنا تقضون العصرية، تبقون لليل، تجون الصبح. هو مفتوح وبستان مجاني. ممكن حتى تجيبون وجبة مال الأكل مالتكم وتجيبوها لهنا وتاكلون. والجهال ممكن يلعبون لأن اكو بي مدينة ألعاب صغيرة. وهسه أنا اجيت قبل كم سنة، ما كان بيت الفريك، هسه مسوين بيت الفريك يفوت على البستان من فوق. تصعدوا لها من منطقة. هسه نروح إن شاء الله نصورها. هذا هو البستان. المساحة مالته كلش كبيرة. المسافة عن الحرم ربع ساعة تقريبا، والرجعة هم ربع ساعة. الكروة راح ياخذ من عندنا 50 توبان. بعد أنا ما أعرف هسه شوية الأسعار ورا كورونا اختلفت، ومو هالقد أعرف الأسعار بالضبط. هم إذا عرفت أقل وأكثر أكتب لكم. شوفوا لي المكان ايش قد حلو. چشم بست دلو بهت دادم، با پای خودم به دامت افتادم. دیگه چی میخوای از جونه آدم؟ عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی؟ با این همه باز چه عزیزی؟ بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تا همیشه میمونی. به جون خودت درد بی درمونی. عشق یه غم قشنگ پرطرفداری، حیف تو فقط که مردم آزاری. میای و میری چه بیکاری. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. منو دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش. تو هم کلیه هر جایی، اول میکشونی کنج تنهایی، بعد خودت واسم میخونی لالایی. عشق با یه آهنگ توی گشت شبونه، گاهی حتی با یه عطر زنونه، پیدات میشه با هر بهونه. آهای عالی جنابش، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش. منو دیوونه میخواد تو اینجوری خوشیش، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشیش. عشق چشم بست دلو بهت دادم، با پای
پای خودم به دامت افتادم، دیگه چی میخوای از جونه آدم؟ عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی، به هم میزنی هی مگه مریضی؟ با این همه باز چه عزیزی؟ عشق بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تا همیشه میمونی، به جون خودت درد بی درمونی.